در مورد سوالی که پرسیده شد در مورد خشم، من به طور کلی اطلاعاتی بهتون بدم خیلی مختصر، و اونم اینه که اکثر نواقص ما تابع شرایطه. یعنی اگه شرایطش نباشه من خیلی اوکی هم، خیلی هم خوبم. ولی قصه اینه که وقتی تو شرایطش قرار میگیرم نمیدونم باید چه کار بکنم. زمانی که تو شرایطش قرار میگیرم خودم رو میبازم، به نظر میرسه که خیلی ضعیف عمل میکنم و بعد از این که از اون نقص استفاده کردم خیلی هم حالم بده، احساس گناه میکنم، احساس خجالت میکنم، احساس شرمندگی میکنم، خودم رو سرزنش میکنم و از این احساساتی که بعد از استفاده از اون نقص سراغ ما میاد. ببینید خشم هم همینطوره. خشم جزء 4 احساس اصلی ماست و چون جزء احساسات اصلی ما محسوب میشه پس به خودی خود چیز خوبیه. اولیش ترس، دوم غم، اول ترس، دوم خشم، سوم غم و چهارم شادی. اما زمانی که این احساس خشم غیر قابل مدیریت میشه، غیر قابل کنترل میشه، چه اتفاقی میفته؟ همه ما باش آشنا هستیم که زمانی که من خشمگین میشم و نتونم خشم خودم رو مهار بکنم، یا به خودم ضربه میزنم یا به دیگران ضربه میزنم، که این ضربه هایی که ما به خودمون میزنیم یا به دیگران میزنیم رو در موردش انشالله صحبت خواهیم کرد. اما سوال اینه که چرا خشم در ما شکل میگیره؟ خب گفتیم تابع شرایط دیگه. یعنی یه شرایطی پیش اومده، من نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، شروع میکنم داد و فریاد کردن، عصبانیت، پرخاشگری کردن. یکی از ریشه هایی که باعث میشه که خشم در من برانگیخته بشه مسئله توقع و انتظار. یعنی این که من به میزان سطح توقعات و انتظاراتی که از دیگران دارم به همون نسبت خشمگین و عصبانی میشم. این که من توقع داشتم تو بیای نیامدی، من توقع داشتم تو این حرفو نزنی زدی، من توقع داشتم که تو اصلا کاری به این مسائل نداشته باشی، فلان کنی، نکردی. ببینید ما مادامی که از دیگران توقع داشته باشیم به همون میزان باعث خشم من میشه. چرا؟ چون اونها نمیتونن توقعات و انتظارات من رو به جا بیارن. همونطوری که من از خودم سوال میکنم مگه من میتونم توقعات و انتظارات دیگران رو برآورده بکنم؟ نمیتونم. چرا نمیتونم؟ یا تواناییشو ندارم، یا اینکه تو اون شرایط حس حال خوبی نداشتم، یه مشکلی داشتم که تو نمیدونستی، گرفتاری‌های خاص خودم رو دارم. ببینید اگر ما یه همچین تفکری، یا اینکه اصلا منظوری نداشتم من این کاری که انجام دادم، ببین اگر همین تفکرات رو من نسبت به بقیه داشته باشم که خب آقا این گرفتار بوده، حواسش نبوده، مشکلات خودشو داره، مصیبت‌های خودشو داره، بنابراین فراموش کرده، اون موقع است که دیگه من از کسی انتظار نخواهم داشت. من حتی از خدا هم نباید انتظار داشته باشم. تنها کسی که به نظر میرسه من باید ازش انتظار داشته باشم خودم هستم. یعنی من فقط و فقط باید از خودم انتظار داشته باشم. بنابراین اگر ما بیایم و در مرحله اول سطح توقعات و انتظارات خودمون رو کاهش بدیم، چگونه؟ با نگاه به خود. من توصیه‌ای که دارم و به خیلی از دوستان هم گفتم این است که ما بایستی که با کاغذ و قلم رفیق باشیم. یعنی گاهی وقتا خودمون رو، درون خودمون رو بنویسیمش، بیاریمش تو کاغذ. من بیام برای اولین بار بنویسم آقا چه موقعیت‌هایی، چه افرادی و چه شرایطی باعث برانگیختگی من میشه، باعث خشم من میشه. چون خشم اینو برانگیختگی دیگه، که این باعث شده که من به خودم و به دیگران لطمه بزنم. شما باورتون بشه یکی از علتهای اصلی تیرگی روابط بین زن و مرد، تیرگی روابط بین همسایه ها، بین برادر و خواهرها، مسئله خشمه. من اصلا عصبانیم و نتونستم این عصبانیت رو در خودم حل بکنم، نتونستم این عصبانیت رو ازش بگذرم، از فیلترهایی که برای خودم درست میکنم ازش بگذرم. بنابراین باعث شده که من سالهاست که میبینم طرف 20 سال با خواهر برادر با هم قهرن، پاره تن هم دیگه هستن ولی با هم دیگه قهر هستن. پس خیلی مهمه که من در مرحله اول بنویسم چه شرایطی و چه افرادی و چه موقعیت‌هایی باعث برانگیختگی من میشه. خب من چرا باید این کار رو انجام بدم؟ این رو من تو جلسه بعدی خواهم گفت و توصیه میکنم که حتما دنبال کنید و جزء مطالب و مسائلی است که خیلی به درد ما میخوره.